السلام علیکم. بابایشان، من یک کارکن ملیسی کلان شهر دوشنبه هستم. من بسیار ملاها را ظلم کردم، غم می دادم. 30 سال ملیسه کار کردم. من مسلمانی دو باور نداشتم. روز عید خواب دیدم که یک موسفید ریش سفید نزد من آمد و دست من را داشت و به من بسیار نصیحت کرد و گفت در آسیای میانه عالم سرعلم برجسته 2 نفر هستند. رو مسجد آنها نماز خوان و توبه کن. یکی از اونها نورالدین جان و دیگر مولانا محمود جان است. دست اونها را گرفته بوسه کن، این خود عبادت است. و گفت ایشان نورالدین جان از خردی یگان نماز را قضا کردگی نیست. داملای عزیز، من توبه کردم، خدا گناه مرا میگذرد. بابایشان، برای چی برادر شما را مولانا محمود جان میگویند؟ مولانایش چیست؟ هزاران بار توبه کردم بابایشان، دیگر تکرار نمیکنم. هزار شکر پروردگار که شما را برای راست هدایت کرده است. به خاطر کارهای ایام نادانیت پشیمانی کردی، از سید توبه کردی، خداوند گناه تو رو میگذرد. شما این سرگذشت شما برای دیگر کارگرای آرگن دستی درس عبرت شود. خداوند آنها را انصاف دهد که به پیشواهای دین خود به آدابی نکنند، به پیشواهای دین خود به احترامی نکنند. اما او سخنه که خوب خواب است، من نمیگویم خواب شما دروغ است، این است که در آسیای من غیر دون عالم دیگر عالم نیست. نه، ما خاک پای عالم هستیم. الحمدلله تاجیکستان ما، آسیای من از عالمان خوب بسیار پر است. از هر کدام اینها شما اخلاص کنید میتونید بهره گیرید، میتونید فیض گیرید. اما این که من هرگز نماز قضا نکردم، این خدا میداند. خب الحمدلله که من از سنی 2 مکتب میخواندم، نمازام میخوانم. خب این همش فضل خدا و تربیه حضرت بزرگوار قبلگاه من بودن. روزه خوردنم به یادم نیست، اما قضا کردن نماز کی میدونه، بچگی بود، شاید قضا هم کرده باشیم. خداوند بخشد. از من گناهکارتر در پیشگاه پروردگار کسی نیست. من همون سخنی را میگم که حضرت یوسف گفتم ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس هرچه تا آدم فریب میکند به دام گناه میغلطاند. خداوند به سبب اخلاص شما گناه های ما را گذرد و ما را سزاوار و توفیق اتیاد که اخلاص شما دا مناسب باشه. برادر عزیز، خوشا به حالتان که الان فرصت یافته و بازگشتی به سوی خدا کرده. خوشا به حالتان. پیغمبر خدا در حدیث میفرمایند اگر گناه شما به پری زمین باشد هم، وقتی که به خدا شرک نبیارید توبه کنید، به پری زمین خداوند شما را حسنات میتید و گناهتان میگذرد. خوشا به حال شما. لیکن من گاها در محفلا هم میگویم، بازم میگویم، برای که نوارای من هر روز که گیبه تماشا میکنن، هر روز اداره های مخصوص نوارای من رو میبرن تماشا میکنن، پروکراتور و دیگر. با میگویم از کسانی که در بالای منصب هستند خداتان احتیاط کنید. منصب زود به بقاس میرود، شما پیشگاه خدا میرید. در وقتی منصب بودن خدا را یاد کنید، اسلام احترام کنید، پیشواهای دین تان احترام کنید، احکام اسلام تان احترام کنید. دادرای عزیز، اما بعضی ها رو میبینم در سری منصب نه خدا رو میشناسند نه به اسلام کاری دارند، همه رفتارشان ضد اسلامی است. سخنهای تحقیرآمیزه به اسلام میگن، خیال میکنن که این منصب ما رو هم تو میبرد. همون روز که از منصب غلطیدم باز میبینم نمازخوان، باز میبینم شیخ. بنابراین من بسیارتا به اونها اخلاص ندارم. من همون کسی را دوست میدارم که در حالت منصب داریش خوش به دست میگرفت، اسلام رو پشتیبانی میکرد. لیکن
هر حال هم فرصت بخون. البته این فکری من است عزیزان من. خدا مانندی گمان من فکر او خدای مهربان است که حتی فرعون دعوای خدایی کرد. عزیزان من، پروردگار دریای رحمت شه ببینه، فرعون دعوای خدایی کرد، حالا که هیچ منصبدارای ما خوشان خدا نگفتیان، اگرچه مقابل خدا جنگ دارن اما خوشان خدا نگفتیان، خدا دو باور دارن. دعوای خدایی کرد، انا ربکم الاعلی، گفت ما علمت لکم من اله غیری، گفت. قرآن حکایت میکنه به اهالی شهر که غیر من شما خدا نداره، خدای شما منو میخوام میکشمتان، میخوام زنده تا میکنم، میخوام ریخت تا میتیم، میخوام گوشت تا میدارم. خدا منو، خدا نیست. این موسی میگفت که خدا نیست. این موسی یا دیوانو یا الله چکای. حالا بعضی منصبدارا ما رو تو دیوانه حساب میکنن، اما والله خودش دیوانه است. از وای احمقتر کسی نیست. من توف کردم در منصب شما دستول شم. وقتی که در دریا غرق شد فرعون، وقتی که در تلاطم دریا افتید و شلقه دریا بالاشتش افتید و اسبش چپه شد، آب دو فرو رفتن گرفت، خستن گرفت، دهنش پر آب شد، دید که میمرد، دید که گده هاش یاردمش نمیکنن، دید که خوه های مسلحش از دست چیزی نمیبیاد، دید که سیر و سوکش از دست چیزی نمیبیاد. بچه گفت، ای موسی گفت من به همون خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده است منم ایمان آوردم، من خلاص کن. ای موسی گفت، ببینید، ای موسی گفت، خدای قادر بینه، خدای انتقام جور بینه، دانست ای خدا نآورد. ای موسی گفت، شاید اگر ای خدا میگفت کار دیگه میشید. ای موسی گفت منو دست بگیر، من خلاص کن، من به خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم. چند بار فریاد کرد، اما موسی پیغمبر بود، حالت قهرش با نگاه نکرد. پیغمبر بزرگوار ما بشد، صلوات ربی و سلامه علیه، شاید همه حالتم دستی او رو میگریفت. موسی نگاش کرد، غرق شد، سگ بارم برا. اما لحظه چند پس، لحظه چند پس پروردگار به حضرت موسی وحی کرد. من اینو برای برادر عزیزم، پروردگار به حضرت موسی وحی فرستاد که یا موسی استغاث بك 70 مرة فلم تغثه فبعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني مجيبا قريبا. پروردگار که ای موسی، این فرعون، این ناکس 70 بار از تو یاردم پرسید، از تو نجات پرسید، تو نگاش نکردی. قسم به عزت و جلالم اگر یک بار ای الله میگفت من او را اجابت میکردم، من او را از غرق نجات میدادم، من او را به ایمان مشرف میکردم. ای تو خدا داریم، ای تو خدا داریم، ای تو خدای مهربان داریم. من او را اجابت میکردم، من او را توبهش قبول میکردم، من او را به ایمان مشرفش میکردم. خدای تست. بنابر هر چی باشد، وقتی که به خود می بیایید عزیزان من، منصبدارای عزیز، کارگران اداره های مسئول، وقتی که به خود می بیایید پشیمان می شوید، همون وقت هم فرصت است خدا شما را قبول می کند. خدا مهربان غفار. قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگانی که از روی نادانی، از روی غرور جوانی، از روی غرور منصب، از روی غرور ثروت، از روی غرور جاه و مال از من دور شدید، نافرمانی کردید، ضد من جنگ کردید، مسجدهای من خراب کردید، خانه های من کلید کردید. الان فرصت دارید، بیایید توبه کنید، من شما را قبول نکنم. زیرا من خدای مهربانم، من خدای توبه پذیرم، من خدای غفارم، من خدای بخشنده گناهم. خدا اینت میگه
یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خوشا به حال تو برادر عزیز، خوشا به حال تو که امروز بازگشتی به خدا کردی. هزاران حمد و ثنا شکر به حساب پروردگاری که تو را هدایت کرد، از دوزخش خلاص کرد، به ایمان مشرف کرد و امید دارم خداوند تو را صاحب جنت کنه. امید دارم خداوند تو را صاحب ملاقاتی به دیدارش روز قیامت گرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.